سوالی من همین بود که پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم خوانده و نوشته میتونستم. نه. چون که بعضی برادران مسلمان ها میگن که مثلا خیلی یا نباشد قرآن قویتی сподвижников به مثلا تقسیم میکردم. قرآن به واسطه جبریل می آمد، فرشته جبرائیل آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم قرائت میکرد. وقتی قرائت میکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم می ترسیدن که از جبریل اگر رود اگر احتمال است که من فراموش کنم. ثانی برابری جبریل تکرار میکردن که الله تعالی من کرد. لا تحرك لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه. زبانت حرکت نکنم. برابری شنیدن جبریل یعنی قرائت نکن بلکه گوش انداز. این دلالت می‌کند که وقتی که استاد گپ میزند با دقت گوش کردن نکن. برای آنکه یه آدمی که برابری گفتن استاد می نویسد گوش انداختن این آدم و با دقت به سخن استاد گوش انداختن این آدم از آن آدمی که ننوشته گوش میکند فرق میکند. آدمی که با تمام وجودش استاد را گوش میکند خوب درک میکند. آدمی که مشغول است SMS نویسان درس گوش میکند آدم درک نمیکند علما. لا تحرك به لسانك لتعجل به در سوره قیامت. لا تحرك حرکت نکن زبانت سراسیمه شده. ان علینا جمعه قرآنه. جمع کردن قرآن در قلب تو و قرائتش یعنی به زبانت آوردنش بر ذمه ما هست. گفت الله ثم ان علینا بیانه. سپس بر ذمه ما هست که برای تو بیان قرآن فهمانیم. بیان قرآن مجمل است. قرآن مجمل یعنی که الله تعالی در قرآن زکات دهید گفته است. تمام از 40 گوسفند یک گوسفند، از 30 گاو یک گوساله یک ساله، از مثلا 85 گرم طلا 2.5 فایزی آن اینا در سنت آمده. از این پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن. ثم ان علینا بیانه یعنی ما برای تو با توفیق میدهیم علم میدهیم که تو اینو بیان میکنی. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم از جبریل علم گوش میکردن، حفظ میکردن در قرارت قلبشان. سپس با همین علم به مردم میگفتن منازی شما علم از ما به طریق گوش کردن گرفته است. یعنی عیناً طریق اسلوبی پیامبر صلی الله علیه و سلم همین خیل بود. و مردم بیان میکردن برآمده آیات قرآن قرائت میکردن، احکام شریعت بیان میکردن، مردم گوش میکردن، حفظ میکردن. نوشتن بدتر پیدا شد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان کس نمی نوشت غیر حدیث ها را مراد، غیر عبدالله ابن عمرو ابن العاص. بنابراین حضرت ابو هریره گفتند که ما كان احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر مني حدیثا الا ما كان من عبد الله ابن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب. یگان صحابه ها مثل من حدیث بسیار نمیدانست مگر عبدالله ابن عمرو، چون که می نوشت من نمی نوشتم. عبدالله ابن عمرو حدیث ها را از پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشته میگرفت. ابو هریره حفظ میکردند و بیگاه فقط تکرار میکردند. امروز از پیامبر چه ها شنیدم، فلان مسئله را گفتم، فلان حدیث را گفتم، فلان حدیث را گفتم. حدیث های بعد گفتن تکرار میکرد پیش از خوابش، بعد خواب میکرد. و اینچنین شکایت هم کرد باره که یا رسول الله حدیث های حفظ کرده ایستادگیم پیش از یاد برام شده است، چیکار کنم؟ بعد یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از نشستش هم گفتن که کی گفتن جامعه خدا زیر من میکشاید، پس من دعا میکنم که حفظش فراموش نمیشه. ابو هریره یحکم شده که شد از همه پیش. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن. بنابراین ابو هریره بسیار حدیث حفظ کرد نسبت دیگرها. خلاصه علم فقط به واسطه شنیدن میگرفتن. بودن 13 نفر کاتبان وحی بودن. وقتی که وحی به پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد قرآن، پیامبر صلی الله علیه و سلم حفظ میکردن، بعد قرائت میکردن به یک آدم و نوشته میگرفت. 13 کاتبان وحی بود. از همین 13 نفر یک نفر 2 نفرش فریاد کرده و او پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکرده و نوشته میگرفت. لیکن خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی نامشون هم نوشته نمیتونست. بنابراین وقتی که در صلح حدیبیه محمد رسول الله نوشتن در یک طرف صلح
اونا گفت که ما به این ایمان نداریم. گفت اگر تو رسول الله باشی حاجت این صلحان ما تو پیروی میکردیم، ما به رسول الله بودن تو ایمان نداریم. گفتن که بعد پیامبر اسلام رسول الله ش خط زنید تا محمد ابن عبدالله کنیتون اگر نباشد، محمد پسر عبدالله نویسیتون. صحابه های گفتن که خط زنید، به ما گفتن ما رسول الله خط نمیزنیم، محمدون رسول الله بود، همین رسول الله ش خط زنیتون و جاش ابن عبدالله نویستان. صحابه ما خط نمیزنیم رسول الله گفتن. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدن که کدامش رسول الله است، نشان دادن که انا همینش رسول الله است، با خط زدن. یعنی شرط نه که آدم برای عالم شدن نویسته تاند و خوانده تاند، یعنی بودن نابیناهایی که به واسطه گوش علم گرفتن. هر یک سوال میدید جوابی بحر میگیرید، به واسطه گوش علم گرفتگی. از عالم ها گوش کرده علم گرفتگی هستن. و کسی که چشمش نابینا میشد و قوت گوشش بسیار با قوت میشد، بسیار حفظ میکنن. بنابراین نابیناها از بیناها علمدار بودن اگر کوشش کنن، اگر